ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در پی تحقیق نوار ویدیوی مناقشه نورسان در محله گیپرزم والدین 12 نورس را جریمه بستند. سنه 25 مای سال 2022 در شبکه‌های اینترنتی نوار نشر گردید که در آن لحظه مناقشه یک گروه نورسان انعکاس یافته است. کارمندان میلیس شهر دوشنبه در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی نفران قانون شکن را معین و دستگیر کردند. ضمن سنجش آشکار گردید که حادثه مذکور در محله گیپرزم ناحیه سینای شهر دوشنبه رخ داده یک گروه نورسان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی میانه با همدیگر مناقشه کردند که در نتیجه یگان نفر جراحت وزن جسمانی نبرداشته است. شخصیت همه آن نفرانی که در این مناقشه شرکت نمودند معین و به مقامات میلیس دسترس کرده شده. در برابر برگزاری صحبت‌های پروفیلاکتیکی و کارهای فهماندهی همزمان نسبت به 12 نفر والدین نابالغان طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شد. گفته می شود در اطلاعیه میلیس پایتخت تاجیکستان یادآور می شویم که 25 مای همچون روز ختم سال تحصیل جشن گرفته می شود، ولی چندین سال باز در تاجیکستان برگزاری زنگ آخرین منع کرده شده است.